چند فرزند همراه مردیکاری آوردگی است یعنی روسیه؟ روسیه مردیکاری دو فرزندم. دو فرزند. پاشی سومیشم چی بگم چیز ده اومدنی ایده تیار غلطیدگی سومیشم میگم اومدنی تیاره یعنی سه همچو پدر همو چه خیلی نگاه میکنی برادر خود در هم چشم فرزندات که یعنی سه فرزند یک باره مردی کار کردن. من راست گم نامردم. من شما دا اگه من گیره کردستم شما میفهمید نمیفهمید اگه دل نمیشه من باید مرد شم. بله. من پیش فروردگار جواب دادم. بله. فهمیدین؟ یعنی که سه فرزند. من گپ ما آزادی من کجا دا گپ زنم. من دل من کجا دا کشم که اکا بخشیش ده دل من کجا دا بکشم که این همیجا بدونی پرده است. پول نیروز گفتی همو گپا همین چی قدر که میتونی همین گپ زد برادر. اکا من یکی غلط دیدم ده شما دا بچه هم بور اینا دیگه بچه ها دا بفور هم گپ ما گپ زنم میگم دل نیت خرم گپ زنم میگم نمیتونم تلفن نمروش هست ایمان ده اینمی تو سهر گپ میزنیم. اینمی تو سهر گپ میزنیم. اینمی تو سهر صحبت که نمی اجازت ہے. اما اگرانیچنی نداره. اگرانیچنی نیست. تو سهر گپ زد. رحمت من چی بگم من خودم وقت سیوزده خدمت کردم خدمت ما اگر گپ زدنی باشم اوکی الو بله بله ممکنه گپ زنم وقت خدمتم در خدمت کردم من پروردگار خدا دروغ نکنه یکم بار شده چست رفتم چست خدمت کنه اگر خدمت کردم چست 8 توجیک بچه بود من ملادوی شده همجا غلطیتم فهمیدی شوفیور بودم شوفیور ودیتیل شده بعد هم خد مرا پدشکه میکرد میگفت که ما لیلووتی بچه ها بود پومری بچه ها بود غربی بچه بود کلوبی بچه بود دوشنبه بود نمیدونم هم تاجیکستان بود دای تاجیکستان داخلی تاجیکستان بچه تاجیکستان من گیره کرده دستم با نگه که این مردک نه دردی بله بخشیش بابا تلفونی نمبر مرا باقت برآوردم مرا هر کس هر چی نگفته حقارت نکنه میگم برای همه گپ میزنم نه گپ زدن گیره همه عبدوشی گپ زد عبدوشی یا مشت بود مرا همه خیلی پادرشکه کرده بود میگفت که بچه داغستان و قطعی هم بودیم ده هم چیشم بچه قطع مسلمان بود همش مرا هم خیلی پادرشکه کرده بود خرگیز هم بود چیز هم بود اگه پادرشکوشونه اگه پروردگار یا مشت بورم مرا گپ میزد میترسید درنی چست دوینم 3000 سالت بود توجیکوی مورا میدید میترسید اگر خیلی با کوپال گپ زنم کوچگی کتی گپ زنم میری فهمیدین بچه های توجیکو رو دیدم من خودم لقایم لیکن نمیگفت لقای ازبک تی چی لیکن ای داخلی تاجیکستانی فهمید هم خب بچه های چیز بود دستوی اینا من خلقم نه من نمیگم شما را خلق رسین قزاقین چیزین وطن مونه. خب برادر امروزه موضوع ما پدر یعنی که خودت در همون روسیه هستی یعنی میبینی که همراه فرزنداشونه مردیکاری میارن پدرها یعنی این چی هست یعنی آینده چی دادنی هستن این فرزنده چی با کدام مقصد این چی هست اصلا پکلینی آورده مردیکار کردن فرزنداشونه اگه این نمیشه با مرده که خودمون قطعی نمیشه پگه بلد خیلی نامردیم ده نامردی میشه اکا یعنی ما خودمون هم چون مردک احساس کرده میتونیم خودمون که فرزند ای دستش بغلامی بیاریم نه اگر با مسلمانی بگیریم خیلی توقری نمیگیره برادرم ای چیز قطعیم توقری نمیگیره اینا خونه من در آمده ابلا و کده شتکش کرده فرزند اونا برده کشتریه فهمیدین اکا بله اگر دیل ما گذارم نه ممکن گفت مرا
اگر ما راستی گپ گرمزم که امنیت گوش دارم که KGBش گوش دارم او فرق نداره فرق نداره گوش کنن گوش کنن فرق نداره اوه گوش کنن او درد دل مردم گوش کنن ما همین برنامه رو آماده کردیم تا که همین برنامه قطعی گوش کنن او درد دل مردم نه فقط دختر رقصانن در کوچه اکا همه گفتنی ما اگر مرد باشه همه استعفا گفتم جنایت هست میگم نیست ما اگر جنایت باشه میگم مولا همه برآمد کنه بگوید که همه کسا همه خیلی گفتن جنایت هست بگوید دیگه خلق دیگه قطعی کروشانا باره میگم آیا برادر یک سوال دیگه دارم آیا از نگاه خودت آن کاری که امام علی یا که دیگر انسان ها برای فرزنداشون میکنن یعنی همو خطا میکنن که فرزنداشون میخونونن فرزنداشون میورن وظیفه میتن فرزنداشون یعنی بگیم که یک بهترین شرایط مهیا میکنن برای فرزنداشون خطا میکنن او خطا میکنن یا کاری درست است او خطا میکنه همون وظیفه داشتگی او خطا میکنه چی با فرزند خونوندن فرزند بگیم یک وظیفه دادن این کار خطا است نه اگر وظیفه داشتگی که اینا بچه ما میتونم مثال اینا فرزندای ما پسترس میکنم میخونم مثال مکتب میونه رو با عالی درجه قطعی چیز میکنه که تمام میکنه شرایط ندارم درج خوردن نام بازور میخوریم فهمیدین؟ شوکر اگر خیر بگیریم اینا مثال 9 فرزند داریم من این بچم بیره مکتب این بچم پوشیده میره انا که ببین برادرم فرزند میخونه تو میگه که مرا یا خیلیش میگه چی دار کر همه که آدم چی فرزند چیز کردن تربیه کردن نتونی ایو را دنیا آورد نه انا که ببین برادرم فرزند میخونه برادر کی ایده ثوابگر میشه ببین برادر فرزند میخونه ببین فرزند میخونه کوشش میکنه فرزند صاحب یک دانش میشوه اما جای کار نمیوه اینجا عیب کی هست عیب کی هست برادر عیب پدر میمونه که پدر حمایه فرزند خود کده نمیتونه بله سیاست میبینه میزنه سیاست هم بالا داشتگی اینا پریزیدنت خدمون هسته کو همه آدم میبینه میزنه یعنی که باید حمایه‌گر باشه که ببین ده یک عالم حیوانو را برادر ببین عالم حیوانو را برادر یا گوسفند من اگر خونه نبیه مثلا اینا خونه ده یا مرغ من نبیه تو بگه تو سهر میکنیم یا سگرید یا توید یا اون خونه یک از درومت دزد گفته میکنیم یعنی بله ما انسانیم که این مسکوا ده راست گفت یا خونه ده چند کس کسری شید ای دولت همین چی بودم روسیه توبات کرد بله برادر مردان خدمون بینت نمیکنم که یک گپ گپ زنم ممبرین کنم اتشکر یا خیلی کوچه زده مرد یا خیلی ارماتور زده مرد یا خیلی چیزامونو جنایت کرد یا خیلی گودکامونو تجاوز کرد اگه خدا بخشیش چه گپامونو گردیدستن همیدین هموره یگون کس آماده دستگیری نمیکنه همورا پدرش کجا است همورا پدرش کجا است همورا مادرش کجا است همورا اکش کجا است دودرش کجا است همورا اهل اولادش کجا است چی با صدا بلند نمیکنه تاجیکستان ده یا برده نام گفت آمده که گودکو همجا چی با نزدیکاش صدا بلند نمیکنه صدا بلند نمیکنه اهل اولادش برای همون میگم صدا بلند کردن ده همین اگر پرزیدنت استعفا بگد همین جنایت است برای همینجا شتگی تحصیده میگه همه را گپ زنیم ما را همخیر کرده است زنگ بده یا خیلی فامیلی ها شاپنده از یک دقیقه او دوستایی که تماس گرفته استودین من باور کنین یک دقیقه منظره او دوستایی که شما تماس گرفته استودین
قربانی شما شم برنامه یعنی که ایما خیلی مینوت سکوند خیلی بیس کم گبزه ولی بیس اینای گبزنه ترینه یعنی یک انسان قطعی یک ادوشی درد دیلش میشنویم یعنی که ما بفهمیم همین اکر دردش چی است بعد زنگی تلفنی دیگر را قبول میکنیم برای همو یک کم ترکه قربانی شما صبر میکنیم یک تا یعنی به حضور باید ما صحبت کنیم تو که اگر ما به حضور صحبت نکنیم ما نمیفهمیم یک چیز همین بسیار کنفرانسی ها میریم بسیار کنفرانسی هم میریم خب بفرما ما اگر واقعا هم یک انسان قطعی خیلی پره گپ نزنیم نمیفهمیم در دل انسان ما هم کنفرانسی هم میریم 3 minut وقت میته 5 minut وقت میته نیمی گپ تا میگوی نمیشه گفتن نمیتونی دیگه چی شید چی نشید دور را نمیفهمی برای همو باید ادوشی گپ زنیم بفهمیم ببین هموطنی عزیزم وقتی فرزندت میخونه کوشش میکنه تلاش میکنه اما پشتیبان در کار است برای پدر برای فرزند پشتیبان در کار است کو در کار است که بیسته وقتی پدر مثل مردانوار در پشت فرزند ایستاده طلب نکنه کنشن فرزند مردی کار میشود همین خیلی نیست رحمت تو گوری گپ زدی لیکن انامو خود دوزی برادر عزیزم خودی شما میشو 3 فرزند آوردین در روسیه مثال با زن داده ایستادین هم فرزند داده مثال اویلادور میکنین فردا او فرزنددار میشوند یعنی که او چی بتن با فرزندشون او چی داده میتونن برای فرزندای خودشون یعنی که شما این دادگی روزتون برای فرزند همین است یعنی بلیت خریدن روسیه آوردن در دست یا لاپوتکا دادن گفتی هم گپو держи лопатка и пахай дальше ما خودمون دور که اینا چیز نکنی آدرس مگم زنم نه آدرس مهم نیست برادر آدرس مهم نیست برادر آقا ممکنه بعد هر دومان خیلی تماس بگیریم و خیلی چی بگم بعدی هم پرداچه خیلی تماس بگیریم خیلی دیلی کشود کرد ایی هم کشود تر گفت زنیم من نه باشه هسته خیلی مردک باشه یعنی بعدی برنامه بعد تماس میگیریم یعنی صحبت شما همینجا با پایان رسید من میتونم که دیگر زن قبول کنم یا که صحبت با گفتنی داره نه ما همه گفتنی هم که همه استعفا گفتن ما جنایت نیست این طرح چیز جنایت نیست اگر جنایت میشید انتخابات همش جنایت میشه برای تو مدرای یک آدم انتخاب میکنی یک آدم انتخاب نمیکنی یعنی برا گفتگی گپ است این انتخابات هم جنایت است این یگان جای جنایت نداره رحمت اکا جان سلامت باش اکا بعد همون تماس گیریم یگان وقت کتی تماس میگیریم دیلی که شد کتی هر وقت که خواه ایشالله صحبت میکنی شما خیلی نیست یا خیلی آدم ها چی گفته است ترا قول شانتاژ میکنه خیلی میکنه نمرات میمونه شرمنده میکنه مو دا یگان گرام برادر عزیزم مرد گفتم مرد میتونی که برادر در فیسبوک بنویسی اکمال استانایف در فیسبوک دباوید کنی در اونجا هم میتونی صحبت کنی در هر جا بود توجیکای ما مرد است گفتم 100% این تاریخ استوری اومده گه شرینا این بسته پاگه این شری نه خیلی بودیم 100% مستحکم های گفتم من دیدگیم گفتم دینیم 3000 درون سالدت توجیکای ما چخیر بود نه او بابام بود او اکا او کلانو بودن بعدی 90 دیگه تاریخ دیگه نیست همو بود نبود نسلای هموه ما نسلی هموه بله خب برادر عزیزم اگر دیگه موضوع ما دیگر موضوع است یعنی موضوع خدمت نیست و البته با موضوع خدمت یگان روز برمیگردیم اگر که یگان گفتنی داشته باشین مثال گیریم همین تا کجا ما خودمون مردک احساس کنیم در حالت فرزندو را ما مردی کاری میاریم یا فکر نظرتونه اگر گفته شیده باشین برادر عزیزم ان شاء الله که بخشش رحمت هم که وقت تو نگیرفتم من هم حرمت کرده چیز کردیم سلامت باشین خلق ماده استعفا گفت استعفا چی در کاره اوخی مردی رفتنگی سلامت باش یک از تاجیکستان تلفن است برداریم نباشه ایره رحمت مایل خب